بسم الله الرحمن الرحیم سوره را به نام سوره تحریم یاد میکنه. تحریم میگه حرام کردنه. خب اینجا معنای حرام کردن نمیده، اینجا منع کردن از چیزی حلال است. چرا؟ کسی هم حلال حرام نمیتونه، حرام حلال نمیتونه. این کاری کیست؟ این صفت کیست؟ این صفت الله است. این علایده گپ است که اینجا حالی مردم بیچارگه که نافامی ما میره در پیر صاحب که کمری دخترش بسته میکنه، میگه نکاح از دیگه حرام میشه و میگیره حلال حرام میکنه، وگرنه این فقط صفت الله تبارک و تعالی است. از اینجا امی موضوع ذکر شده. پیغمبر علیه الصلاة و السلام خدا منع کرد از چیزی حلال. الله تبارک و تعالی رای بیرون رفته برش روان کرده. موضوع را براتون قصه میکنیم. این سورت 107م سورت است که قبل سوره تغابن و بعد سوره حجرات نازل شده. سورت مدنی است، از خاطر تعلق به احکام داره. ارتباطش قطع ما قبل در الله تبارک و تعالی اموری که متعلق به طلاق بود در اونجا ذکر کرد. در اینجا الله تبارک و تعالی آن اخلاق و آداب را ذکر میکنه که منع از طلاق میکنه، که گپ در طلاق نمیرسه. یا ایست که در ما قبل الله تبارک و تعالی احکامی که تعلق به جدایی زن و مرد داشت او را ذکر کرد. در اینجا الله او احکامی را ذکر میکنه که موافقت در بین زن و مرد پیدا میشه، او را ذکر میکنه. درسای عظیم در این صورت است. پیغمبر علیه الصلاة و السلام از ازواج مطهرات هم گاهی یک گپی دلخراش میشنوه، ولی پیغمبر چی رقم اقدام میکنه؟ درسای عظیم برای ماست. مسئول در خانه که الرجال قوامون علی النساء میگه که مردا قایم کننده هستند، یعنی سرپرستی کننده است بالای زنا. مسئولیت بزرگ متوجه تو میشه. از تو کار خراب نشوه. از زن اگر گاهی خراب میشم خیر است، پس اصلاح شوه. زنا اینطور می باشه، این پروا نداره، لیکن از تو خراب نشوه کار. این آیت برای خود ثابت نکنی که ما دیگه چوب بگیریم هر چیزی که میخوایم هر قدر زدن که میکنیم. نه، مسئولیت بیشتری تو را انگشت نما میکنه قرآن کریم که تو در خانه چقدر مسئولیت قوی به نسبت زن داری. چه معامله را پیش بگیری؟ از کجا یاد میگیری؟ از محمد رسول الله صلی الله علیه و سلم. او میگه خیارکم بگوی لأهله، بهترین شما کیسته؟ کسی که بهتر به امرای اهل خود است، قطعی او حسن اخلاق میکنه، در گذر میکنه. پیغمبر علیه السلام در یک حدیث چی توصیه کرده؟ زن به مثل قبرغی کج است، اگر بخوای راست کنی میده میشه، اگر نمیخوای دیگه امور رقم زندگی قطعش بکنی، دیگه پیش برو. گاهی طبیعت های نمیطور میباشه، این منجر به طلاق نشوه. چرا؟ به خاطری که ازواج مطهرات پیغمبر که در کانون وحی الله قرار داره، هر روز وحی الله را میشنوه، تعلیمات پیغمبر را دیده، دوام نزاگکا پیدا شده. دوام چی میشه؟ نزاگکا پیدا شده. در خانه ما شما نزاگک پیدا نشوه؟ بالکل میشه. خود چه قسم علاجش بکنیم؟ این صورت برای ما این موضوعات بیان میکنه. گپ در کجاست؟ گپ زینب بنت جحش رضی الله عنها را پیغمبر علیه السلام نکاح کرد. انباقا همیشه یکی با دیگر تضاد داره، کم کم. چرا؟ اوی تضاد مشروع است در اونجا. چرا میگی شما مشروع است؟ مثل پیغمبر صلی الله علیه و سلم وار شخصیت کی خوش نداره که ما برش پیش باشم؟ همون طرح یا نیست؟ ما شما هر کدام تلاش نمیکنیم؟ امیالی هر کدام ما در این فکر هستیم که عمل به سنت پیغمبر کنیم که با پیغمبر چی شویم؟ پیش شویم، نزدیک شویم. دیگه شما چی فکر میکنید که ازواج مطهرات این مسابقه را در بین خود نداشت؟ بالکل. از همون خاطر اگر از کدام امری که در پیش یک زوجه پیغمبر علیه السلام خوش میشد، زوجه دیگه خفه واری میشد که ما پسمان شدم. ما چی شدم؟ اتوری رقابت بسیار خوب است، لیکن رقابتی که باز سبب اذیت شوهر شوه این باز خوب نیست. اینجا گپ در حدی رسیده که ضررش به کی میرسید؟ به پیغمبر. از او خاطر الله تبارک و تعالی برای اصلاح ازیا این آیات را روان کرده. اینجا دیگه دشمنای دین بسیار تاخت و تاز کرده. سری عایشه و حفصه رضی الله عنهما، دخترای دو خلفای راشدین ابوبکر و عمر، دختر اینا سری از یاد دیگه میگه کارا را یا کده، یا نعوذ بالله اینطور بودن، انحراف کده بودن، اینی طور گپا بود. بسیار گپا را تو بالا کرده، لیکن قرآنی گپا را نمیگه. قرآن بلکه از فضیلت ازوا یاد میکنه
اینقدر گپ امر طبیعی است. این امر طبیعی است که هر انباق در مقابل انباق دیگه چی باشه؟ بگو یک چی بکنه که ما از او کده پیشتر شوم. عایشه و حفصه رضی الله عنها در بین خود توافق کردن. توافق نقشه را اینطور جور کردن که پیغمبر علیه السلام پیش زینب رضی الله عنها عسل میخوره. چی میخوره؟ عسل میخوره. بیا که یک کار بکنیم که از همین عسل خوردن منع کنیم شه. پیش تو که آمد برش بگو که دهنت مغافیر بوی میده. مغافیر یک نوع درخت یا گیاهی بوده که در او سرزمین پیدا میشد و زنبورای عسل اکثر از او میخورد، باز بعد از او عسل جور میشد. در عسل از او همو بوی بوته هم بگوی معلوم میشد. پیش یکیش که آمد پیغمبر علیه السلام گفت که دهنت بوی مغافیر میده. و گفت ما هیچ چیز هم نخوردیم. پیش دیگه که رفتم برش گفت که بوی مغافیر میده. این همی بود که اونجا اعتراف کرد پیغمبر علیه السلام. پیغمبر علیه السلام نمیگفت که من در پیش فلان زنم اینی چیزا خوردم. چرا نمیگفت؟ شما خبر داری؟ کسی که زنای متعدد داره، من خب میگم زن نه، کسی که چیسته زنای برادراسته اولاداسته در بین از یا راز در یکی دیگه افشا نکن. خبرداری نه قرایی کده خواستوری هوشیار را میشناسی خوشی هوشیاره آستایی کده پینجایی را در یک سنوی خود میگه دیگر خبر نکنی. خب فکرت باشه که تنها به تو دادم. باز دیگهش هم همینطور میگه. دیگهش هم هر کدامشی طور خوش است که مرا این از یاد دوست داره. فکرت آن است یا نه؟ چرا؟ به خاطر پیشبرد زندگی از این طور امور بالکل اجازه است که توی کار پیش ببری. چرا؟ هر کس تلاش میکنه اظهار محبت به او میکنه. از این خاطر پیغمبر علیه السلام قصه نمیکرد یا که دو نفر برش گفت. البته گفت که راستی گپ است. در یکیش اظهار کرد، در حفصه رضی الله عنها گفت ما خو عسل در پیش کی خوردیم؟ زینب رضی الله عنها. خود دیگه قطعا نمیخورم شخ. بس قسم یاد کرد. ولی برای کسی نگویی. این گپ اولی نگویی که پیغمبر قسم خورده کی بگوی نمیخوره. چرا که با زینب رضی الله عنها خبر بشه او چی میشه؟ خفه میشه. در یک موضوع چقدر حکمتای بزرگ است. مسئله راز آمد. زن و مرد زندگی خیلی مشترک و خیلی قریب داره و اموری در بین از یا مشترک تیر میشه که هیچ پرسان نکو. یکی از جمله نقطه های کامیابی زن و شوهر است که راز یکی دیگه خدا افشا نکنه، حتی در دوست خیلی نزدیک، حتی دختر به مادر خود و شوهر به پدر و مادر خود، به هیچ کس. این رازی است که باید در بین دو نگاه شود. هر کس کی راز نگاه کرد زندگیشان انشالله مختل نمیشه. بسیار مهم گپ است و موضوع راز در اسلام بسیار امری تاکیدی است. پیغمبر علیه السلام میگه المجالس بالامانت، مجلس ها به امانت است. در کدام مجلس که کدام گپ ضرورت همون مجلس بود و خصوصا تاکید هم شود که گپ بیرون نبرایه. هر کس مکلف است که گپ بیرون باید نبرایه. این بسیار مهم گپ است. امروز خو مسلمان ها میایه پیش تو جاسوسی میکنه برای کافر نعوذ بالله. من از همون خاطر میگم که چطور ادعا بکنه یه آدم در روز قیامت که من مسلمان بودم. حتی در مجلس که گپ زده شده این راز از امانت است. یک کسی که کل عمر خیانت کرده است، خیانت نه، در ضرر مسلمان مکمل عمر خدا مصرف میکنه و چطور دعوی اسلامیت خدا بکنه. قرآن در اینجا درسا بر ما میده. در بین زن و شوهر نزاع پیدا میشه گاهی. چطور اصلاحش میشه؟ امی دیست جنگ و جدل لتوکو بدگویی نه، آسان اصلاح شوه. یکی گاهی از زن یا شوهر کارایی را صادر شده که چند دانه کار است، مهم کار است، خطرناک کار است، تو حالی کلگی را برشدت پیش روش نمان. یک کاری خطرناکی شد از ذهنش بیار بگو اینی طور گپ است که او بدانه که اوه در یک کاری مگی خبر شده این طور است. اگر از چند کاری ما خبر شد خاطی کالای خدا گریه کدو بدر گریخت، من دیگه بعد پای خدا بگیرم. دی بسیار مصلحت است. اینجا پیغمبر علیه السلام از آن چیز خدا منع میکنه که الله حلال کرده. الله علی طریقه حلال کردن میگه که نیترم از چیزی حلال خدا منع نکن، کفاره بده و ای را بخو. و اینجا یک اصلاح عمومی برای ازواج مطهرات شد، خاندان پیغمبر علیه السلام. برای از یاد درسای عظیم داده شد که ازواج مطهرات شما از خاندان پیغمبر هستی.
در این خاندان گپایی که در بیرون در بین مردم دیگه بروز میکنه در بین شما بروز نکنه. باز تفاوت و فرق در کجاست؟ یک، پیغمبر مثل شوهرای دیگه واری فکر نکنه، پیغمبر خو الله تبارک و تعالی خبر میده. دو، سوم، با پیغمبر جنجال ادنا را جور نکنه. چرا؟ در صورت جور کردن جنجال درونی سبب میشه که خلل در دعوت بیرونی پیدا شود. از او خاطر این کار نکنه. اگر میکنه رایتان فقط طلاق، شما جدا میشه. چرا که پیغمبر به تشویش نشود. اگر شما میگی که ما بریم کارهای پیغمبر معطل باقی میمانند، نه، پشتیوان پیغمبر الله، جبرئیل امین، صالح مؤمنا کلگی پشتیوانش است. یعنی امور پیغمبره. اینجا کسایی پیدا میشه که خود قربان میکنه برای پیشبردی کارهای پیغمبر. یک درس عظیم بود برای کی؟ ازواج مطهرات، که شما به پیغمبر اینطور کار ایجاد نکنی که سببی رنج از او شوه یا او برداشت نتانه. این کار نکنی. اونو واقع است و درسام در بینش است. بسم الله الرحمن الرحیم. شروع میکنم به نام الله که بیانداز مهربان نهایت رحم کننده است. یا ایها النبی، پیغمبر علیه السلام، لما تحرم، چرا منع میکنی، چرا حرام میکنی؟ گپ نیست اینجا. چرا حرام کننده کیست؟ تنها الله تبارک و تعالی. چرا تو منع میکنی ما از آن چیزی نفس خدا احل الله لك که الله برات حلال کرده. قرآن معلوم شد در کسی که چیزی حلال از چیزی حلال قسم خورد که من ایرا نمیخورم، اینی قسم است. اینجا باید کفاره بده و چیزی حلال استفاده کنه. تبتغی مرضات ازواجک، تو طلب میکنی خوشنودی چی؟ خانمایت خوشنود میسازی به این قدر گپ. والله غفور رحیم، الله مهربان ذات است که باز برای تو حکم روان میکنه که چی رقم از این موضوع، از این مشکل برای رحیم رحم کننده است که حکم عام میسازد تا که مسلمانای دیگه هم از این درس بگیره. قد فرض الله لكم، یقینا مقرر کرد الله لکم برای شما تحلت ایمانکم، گشودن قسمایتان. اگر در کدام مورد قسم یاد کرده الله طریقه گشودن قسم براتان مقرر کرده. خب والله مولاکم، الله تبارک و تعالی مالک کارساز شماست و دوست شماست. ارسه مانا درست است. و هو العلیم الحکیم، الله علیم است، میدانه تمامی مصلحت ها را میدانه. الحکیم، و هر حکم هر معامله را الله به حساب دقیق به حکمت روان میکنه. دو حکمت است. و اذا سر النبی، قابل یادآوری است در آن وقتی که پنهان گفت پیغمبر الی بعض ازواجی، به بعضی زوجات خانمای خود که او حفصه رضی الله عنها بود، حدیثا یک سخنی را یکی یا ایستا که ماریا در بعض من یک واقعه را گفتم. در بعض روایت است که قسم از نزدیک شدن به ماریا رضی الله عنها خورده بود. فلما نبأت به، هرگاه که خبر کرد حفصه رضی الله عنها به به خبر عایشه رضی الله عنها را، پیغمبر خود گفته بود کس نگو. حفصه رضی الله عنها با عایشه رضی الله عنها گفت، خبر داد. چرا گفت؟ حفصه رضی الله عنها مقام و منزلت عایشه رضی الله عنها را دیده بود که چقدر نزدیک به پیغمبر صلی الله علیه و سلم است. از او خاطر میگه اگر به این بگویم پیغمبر خفه نمیشه، چرا این زنی خیلی نزدیکی پیغمبر علیه السلام است. خب از او خاطر او را خبر کرد. و اظهره الله علیه، فلما نبأت به، هرگاه که خبر کرد حفصه رضی الله عنها با عایشه رضی الله عنها، و اظهره الله علیه، و مطلع ساخت، خبردار ساخت الله علیه، بالای امی خبر دادن. پیغمبر علیه السلام عرف بعضه، خبر داد پیغمبر علیه السلام بعضی از این گپا را، و اعرض عن بعض، از بعضی گپای دیگه اعراض کرد. کل موضوع را، کل راز پیغمبر علی افشا نمیکنه، فقط همین قدر گفت که چرا گفتی با عایشه رضی الله عنها. فلما نبأها، هرگاه که خبر داد پیغمبر علیه السلام با حفصه رضی الله عنها بی خبر، قالت، گفت حفصه رضی الله عنها من انبأک، کی تو را آگاه کرد یا رسول الله هذا از این گپ؟ یعنی ما عایشه رضی الله عنها خود دیگه کس بگوی خبر نبودیم. اینا قال نبأنی العلیم الخبیر، پیغمبر علیه السلام گفت مرا خبر داده او ذاتی که علیم از کل اسرار و رازها را میدانه، الخبیر و خبردار است، کل حالات از کل حالات خبردار است. حالی مثل مشهور است. خب اگر میخوای که خبر مشهور شوه، یک زنه خبر کن، یک زنه دیگه غم نکن. در کل منطقه در یک روز چی میشه میرسه. چرا؟
او میره یک دوست داره، همشیری دیگه، یک خواهر دیگه، چی برش میگه؟ خو خواهرم این گپ به تو گفتم، خو دیگه کس خبر نکو. او د دیگهش میگه خواهرم این گپ به تو گفتم، خو د دیگه کس نکو. اویش د دیگه بس دیگه در آنی واحد در کدام سرحد میرسه. قرآنی گپا را برای ما بیان میکنه که حالت ها هست. ان تتوبا الی الله، اگر شما رجوع میکنی به سوی الله تبارک و تعالی، این شرط است، جزا محذوف است. پس خیلی لایق است به شان شما، خیلی لایق است به شان شما. چرا؟ فقط صغت قلوبکما، یقینا جور شده، آماده شده قلوبکما، دلهای اردویتان برای توبه کردن، برای از اینکه شما توبه بکنی. بالکل. چرا؟ به خاطری که شما مقام و منزلت پیغمبرم میدانی، او شما دخترای تر شخصیت هم هستی، خانمای پیغمبر علیه السلام هم هستی، از هر نگاه لیاقت توبه را داره، او مقام و منزلت توبه را میفهمی. اینجا صغت جور شدن، ساق یسوق جور کردن میگه. زرگر که کدام زیورات جور میکنه؟ سائق زرگر میگه. ساق جور کرده بود، اینجا صغت از او گرفته شده. صغت جور از قلوبکما، دلهای شما بالکل به توبه. دوم ترجمه، ان تتوبا الی الله، اگر شما رجوع به الله میکنه از اینکه اینجا یک نوع خطایی است پیشتان شده، فقط صغت قلوبکما، دیگه اینطور معنا میده. بله لایق است که شما اگر شما رجوع میکنی به سوی الله، الله هم توبه شما را قبول میکنه. چرا؟ فقط صغت قلوبکما، یقینا مایل از قلبای شما طرفی الله تبارک و تعالی. یعنی الله توبه تانه به خاطری قبول میکنه که شما از اخلاص میلان به توبه داره. اینجا بعضی دشمنای دین میگه صغت مایل شدن، میگه خب مراد از مایل شدن چی را میگیره؟ اگر شما توبه بکنی، به رجوع بکنی به سوی الله، فقط صغت قلوبکما، شما منحرف شده، دلهای شما خیانت کرده در حق پیغمبر دیگه. اگر شما توبه بکنی، عالی توبه میگه به درد نمیخوره. اینطور ترجمه میکنه. و این تظاهر علیه، اگر شما با یک دیگر معاونت میکنی بر انجانیدن پیغمبر علیه السلام، مردم میگه اگر گروه میسازه، دل میسازه علیه بالای پیغمبر علیه السلام، پشتیبانی یکی با دیگه میکنه در مقابل پیغمبر، فان الله هو مولاه، اجنا و ضرر به پیغمبر نمیرسه. چرا؟ به خاطری که الله مولا کا مددگار و کارسازی پیغمبر است، و جبرئیل علیه السلام هم امداد و نصرتش میکنه. و صالح المؤمنین، مؤمنایی که واقعا صالح است. کل مؤمنا را چرا نمیگه؟ امروز دو قسم مؤمنا داریم. یکی مؤمن که فقط گفته که من مؤمن هستم، اگر هر جای حدیثی پیغمبر میایه رد میکنه، سنت پیغمبر لحاظش نمیکنه، عمل سرش نمیکنه. یکی صالح مؤمن است. صالح مؤمن این نمیسته که دفاع از سنت رسول الله میکنه، جان سری رسول الله قربان میکنه. اونور صالح المؤمنین اینجا میگه. والملائکه بعد ذلك ظهیر، ملائک پس از اینمی ظهیر مددگار، یعنی کمک کننده یا پشتیوان این پیغمبر علیه السلام است. ای ازواج مطهرات، اگر شما این را در نظر نگیری، لحاظی پیغمبر را از هر نگاه نکنه، باز به پیغمبر کدام تاوان و ضرر نیست. چرا؟ امداد پیغمبر خو الله میکنه. امیال الله نکرد، وقت پیغمبر از این موضوع قضیه آگاه و خبر کرد. عسى ربه ان طلقكن، امید است، یعنی یقینا، چرا که نسبت به عصا به الله شوه، او یک معنی یقین میده. البته به نسبت دیگرها عصا معنی امید میده. عصا امید است که دیگرای امید داشته باشه. ربه که پروردگاری پیغمبر علیه السلام، ان طلقکن، اگر شما را طلاق بده، ایبدله، امیر ربی پیغمبر بدل بده، عوض بده به پیغمبر، ازواجا زنانی را خیرن که بهتر باشه، من کن از شما. بعضی او مردمایی که اعتراض میکنه میگه این معلوم شد که پیغمبر علیه السلام دیگه کسایی بوده که بهتر از ازواج پیغمبر بوده. ما میگیم نبوده. چرا که پیغمبر اینجا معلق شده، گفته اگر طلاق شما را بده، باز الله تبارک و تعالی زنانی بهتر برش میده. این فرضی محال است، فرضی محال. پیغمبر طلاقم نداده، لیکن در بیرون از این خانما کده بگه برتر خانم دیگم پیدا نیست، موجود نیست. چرا؟ پیغمبر طلاق نداده. بله در حدیث ثابت است، یکی فضیلت آسیه و دیگه مریم بیبی و دیگه خدیجه بنت خویلد و فاطمه زهرا، 4 زن در یک حدیث ذکر کرده. او فضیلت عایشه رضی الله عنها
ای علیده ذکر شده. تنها علما اختلاف در ای داره که آیا در آلی در بین 4-5 زن کدام زن فضیلت خیلی زیاد داره. بهتر است که را اموتر ما بگذاریم، چرا که نص صریح در این مورد بگوه نیست که فلان خیلی چیسته، خیلی مرتبه بالا داره. ایوب دل عسى ربو ان طلق کن، امید است که پروردگاری پیغمبر علیه السلام اگر شما را طلاق بده، پیغمبر ایوب دلهو کی عوض بده، امی پروردگار با پیغمبر علیه السلام ازواجا زنا را خیرا بهتر من کن از شما کده. چه صفتا باید داشته باشه؟ اینی را میگه زن صالح 6 صفت عمده داره. اگر در زن 6 صفت پیدا بود دیگه اونجا بدانه که واقعا ای اموتر مستوى و مرتبه را کسب کرده که هیچ پرسان نکو. کدام صفتا؟ مسلماتن که در ظاهرم منقاد و تسلیم فرمان الله تبارک و تعالی باشه، در عملم ظاهر میکنه که بالکلی تابعداری نظام الله و سنت رسول الله. مسلم امیر میگه دوم مؤمناتن، بلکه عملی از هم از روی یقین باشه، یعنی در دلم عقیده و ایمان پخته داره، صحیح عقیده داره که ایرا موحد گفته میشه. قانتات تابعدار با می باشه برای او فرمانای زوجی خود، شوهری خود، که نافرمانی نمیکنه در آن چیزی که نافرمانی الله و رسول نیسته در داخل چوکات. تایبات، اگر کدام بدگویی یا توبالا میشه دستی رجوع میکنه، عذر خواهی میکنه که بله من خطا شدم. بعضی زنا بسیار مغرور میباشه، هر قدر خطا باشه نمیپذیره. نه، زنی خوب او نموسته که ادنا خطایی از پیش شوه فرد عذر خدا پیش میکنه که والا من نفهمیدم، و این کمال زن است. این صفت البته در مردا و در زنا امی رقم است. عابدات، یکی عبادت کننده است با وصفی که خدمت شوهرم میکنه، مکمل تابعدار هم است، از گذشته های خود عذر خواهی هم میکنه، لیکن مکمل عبادت کننده الله تبارک و تعالی است. عبادت الله را مکمل میکنه. مکمل به خاطر میگم نماز، هر عبادتی که متوجه عزیزته این را انجام میده. از او خاطر عبادت تربیه اولاد شامل میشه، عبادت نمازایش شامل میشه، روزیش شامل میشه، نظافت و چیستا پاکی خانواده و اولاد شامل میشه، کلی از این شامل میشه. صایحات، در اینجا چند ترجمه است. روزدارا هستند. از امو خاطر الحمدلله آلی خواهرای ما زیاد روزدار به نسبت مردا می باشه. زنا را در هر خانه ان شاء الله آلی کسایی که تعلقش با قرآن و حدیث است دوشنبه و پنجشنبه اکثریت روزه میگیره، فضل الله تبارک و تعالی است. اکثر خانواده ها همینطور است، از مردا کده پیش قدم است. یک یا صایحات، سفر کننده است. اینجا مراد از صایحات سفر میکنن برای طلب علم خود، برای خیر طلب کردن، یعنی آن چیزی که نیکی در کدام جای باشد تلاش میکنه که همون نیکی را انجام بده. سیبات و ابکارا، بیوها و دخترها اردویشان است. یعنی پیغمبر علیه السلام اردو قسم خانما را الله تبارک و تعالی نصیب کرده بود. یا ایها الذین آمنوا، آلی دیگه بعضی اوقات در خانواده یک کمی رنج و پنج پیدا میشه، انسان چی بکنه؟ قرآن دستور میده که انسان چه قسم مسئولیت داره. یا ایها الذین آمنوا، کسانی که دعوی ایمان داره، تقاضای ایمانی است، قوا انفسکم، خدا نگاه کنه، و اهلیکم، اهلتان، نارن از آتش، وقودها الناس والحجارة، او تو آتشی که درگیران و آتش چیستا آتش انگیزی از او، الناس و مردم است، و الحجارت و سنگا، علیها مقرر است بالای آتش ملائکتون، ملائک، غلازون که درشت خوی است، شدادون سخت روی هستند، لا یعصون الله، نافرمانی نمیکنه از الله، ما از آن چیزی که امرهم الله برشان دستور داده، و یفعلون، انجام میده ما آن چیزی را یأمرون که مأمور کرده میشوند. او طور ملائک سری و آتش است. الله دستور میده کسایی که ایمان آورده خدا نگاه کنی و اهلتانه. خدا چطور از آتش نگاه کنیم؟ در لب تنور نشسته، یا آتش در داده بخاری را یا چری را، آتش یک درو در میگیره، ام خدا نمیمانی، ام اولادای تمن نکرده رویستی، همینطور نگاه کنیم. اینجا خوی آتش نگفته، نه از او آتش ما میگه نگاه کنی که وقودها الناس والحجاره. چرا اینطور میگه؟ ای پدر مادر، شما اولادتان در این آتش دنیا که در گیرانش چوب، خاش و خشاک است، از این من نمیکنی، هر روز تلاش داری که الله بچه میسوزی، الله بچه میسوزی، خواب گوشتانه بگیره، لیکن از او آتش تو نگاه نمیکنی. اون آتشی که واقعا مکمل سنگا در او در میگیره، در گیرانش سنگ است، انسان است،
اونجا آتش از بیرون نیست، از درون وجود هر کس. سنگا در مابین سنگا چقدر اتم های است که اگر بیرون شوه و بعد از حالت انفجار در خود بگیره دنیا را ویران میکنه. اینجا بعضی مردم میگه سنگای بوتاست. نه، هر سنگ است اونجا در میگیره. بالایش ملائکه است که بسیار سخت است، ترحم شفقت نمیکنه. چرا؟ الله مناسب هر جای امور رقم پیردار مقرر کرده. چطور؟ از این آتش نگاه میکنی، از اون آتش اولادتان نگاه نمیکنی؟ عمر رضی الله عنه سوال کرد از پیغمبر علیه السلام، گفت یا رسول الله خود از آتش نگاه کردن خو ما میدانیم که چی رقم نگاه کنیم، تمام فرامین الله را بجا میکنیم، از من نواهیش خدا اجتناب میکنیم، لیکن اولاد چطور میگی؟ پیغمبر علیه السلام برش میگه اولادم ابر کو تربیه کو، عقیده صحیح را برش یاد بده، اوامر و دستورات الله را سرش عملی کو، فرمان بده، از آن چیزی که منع شده نمان که اولادی تو کارا را بکنه. امروز ببینی این فرمان الله در او زمان بود، اما در این زمان که یک دم آتش دنیا، آتش جهنم دنیا کلگی ما را فرا گرفته، از هر طرف آتش چیسته بالا میشه، شبکه های تلویزیونی آتش، رادیوها آتش، بازار آتش، کوچه آتش، موتر آتش، مرکزهای تعلیمی ما یک دم آتش شده، کلش فحاشی، عیاشی، بیدینی، دعوت دادن است. حالی نگاه کردن چطور است؟ پدر و مادر چی مسئولیت داره؟ قرآن چطور میگه؟ نگاه کنه تنها خود نه و اهلیکم. حاجی صاحب تکبیر اولا میگه، دختریش ده کجاست؟ بگوی بورسش برآمده، در فرانسه سفر کرده. خوش آمد که من تکبیر میگم. تو خود قو انفسکم کردی، اهلیکم چطور کردی؟ به خاطر از او هم در اونجا میری. و اهلیکم تو چند مسئولیت داری؟ مسئولیت پدر و مادر اول در تربیه و تعلیم اولاد خود است. اول وقتی تو یار از آتش نگاه میکنی که تربیه از یار درست بکنی، صبحکی مادر میگیره دیگه هم لیفه سرش کش میکنه که بچیم بیخو نشوه. بیخو آلی عمیق خوش نداری که بیخو نشوه، لیکن آینده خوش داری که در آتش جهنم بسوزه. اما تو رست یا نیست؟ نه، وقتی دوران جوانیش است بچه من نمیگم که ریش بمانه، وقتی دوران جوانیست بچه من نمیکنم سینما میره، گرجه میره، چه پیسگه که شمم میدم بام که بره دل خوش بکرده. دختره که خدا وقتی چیش است ایره من نمیکنم، اگه پانتون میره گرجه میره. تو پانتون سایکو، تو مرکز سایکو که اونجا بی عزتی و بی آبیس یا عزت است یا عفت است، کدامش است؟ من نمیکنم، ایره نمیکنم. کلی گپ از پدر و مادر خراب میشه، کلی گپا. اولاد خدا به تربیه صحیح قطعا تشویق نمیکنه، تعلیم نداده برش. امروز خو همین حالت است، در به در از خانه نشسته، تلویزیون تو برش خریدی، تلویزیون تو برش خریدی، او چی کارا را انجام میده؟ در تلویزیون تو نیستی تا 2 بجه شب اولادت فقط برش سعی کرده رویست، کدام کارا را میبینه؟ تو برش زمینه را مساعد کردی، در آتش جهنم در دادیشانه. یا خو قد تجربه هم نداره، تو خو رفتی تعلیم کردی، شنیدی قرآن، حدیث، عذاب، ثواب. اولاد خو یک کمی تشویق بکو، ترغیب بکو به تلاوت قرآن، به نماز، به روزه. سر لج کرد چیزی نگفتی، سکرت کشید چیزی نگرفت، نسوار کشید چیزی نگفتی، امروز نیست کجاست؟ در خانه رفیقی خود است. چی میکنه اونجا؟ والا نه دیگه چیزی نیست، قطعه بازی است. قطعه بازی در قمار میگرایه، قمار باز در شراب میگره، شراب باز دمو خانه زنا میشه، باز در کدام سرحد میرسه؟ از دست توست. تو پدر و مادر اولاد خود تربیه کردی. ما میگم پدر و مادر سر اولاد بسیار حقوق داره. دونه پیش هم تیر کردیم که الله تبارک و تعالی در موردی پدر و مادر چی گفته بود، چقدر حقوق سر اولاد داره. خو یک حق اولاد سر پدر و مادر داره، دیگه ایش میگذارم. یک حق تربیه درست، تعلیم عقیده درست. این حق مهمی است که کم پدر و مادر باشه کی را پورا کنه، کم کی را پورا کرده باشه. توصیه کرده امروز دختر و بچه خودت میداره و طرف قرآن تو مانی میشی، تو منع میکنی، میگه نرو اونجا، تروریست تربیه میشی، انتحاری میشی. عجیب گپ. اینه پدر و مادر. دختر حجاب میکنه، پدر خفه میشه که چرا حجاب میکنی؟ اوه این از کجا پیدا کردی؟ در فامیلی ما
الله اکبر. اولاد پیدا میشه به پدری خود چی میگه؟ پدر جان ما نان خشک میخوریم، خود کاری حرام نکنی. چرا که باز تو در جهنم میری، به خاطر ما تو باید در جهنم نروی. چقدر سوز است. این فضا از کجا پیدا میشه؟ این فضا از ترجمه قرآن پیدا میشه، یا از تعلیم حدیث پیدا میشه. حق ادا میکنه. قرآن برای ما چی میگه؟ یک دفعه در صحابه کرام در زندگیش بریم که اولاد چی رقم تربیه کرده، چی درس داده. اونجا مادر به اولاد خود چی میگفت؟ بچم تو اینجا نشسته، ای پیغمبر اونجا در سنگر است. ای طوری برش میگفت. حالی او بچه درس نگیره، او مقام پیغمبر را نشناسه که پیغمبر کدام است. مادر برش میگه. تو میگه اینجا کسی معاذ رضی الله عنه سعد ابن معاذ رضی الله عنه را شما ببینید در جنگ احزاب آمده بود در خانه، مادرش میگه تو اینجا آمدی، پیغمبر در اونجا. عایشه رضی الله عنها سفارش میکرد که نکو که خیلی تکلیف است. گفتی گپا را دما نگو. الا او تربیه بود. حالی تربیه است، حالی تشویق است. گفتم روز تمام روز تحریک کردن است، تیز کردن اولاد سری چیسته؟ بچه فلانی نقه پیسه آورد، بچه فلانی نقدر پیسه. اولاد فقط کسبور، اولاد دوست، اولاد حرامخور، اولاد قمارباز تربیه کن که برات پیسه زیاد بیاره. پیسه زیاد بیاره خلاص دیگه در قصه شان نیست که چی میکنه. عجیب است. قرآن میگه خودم نگاه کنی و اهلتانم از آتشه. او آتش کدام آتش است؟ راستتان آتشی که انسانها سنگا میسوزه، از او آتش نگاه کنید. امروز این امر بسیار تاکیدی است، بسیار مهم است، بسیار موضوع مهم است. از هر طرف دنیای کفر سری خود از هر کلکین پیش کرده و ما را اغوا کرده رویسته، ما را برده رویسته. ما چی نیاز داریم؟ چی باید بکنیم؟ اولادی ما در کجا درس بخوانه؟ چی باید از چی آگاه شوه؟ لااقل از دین خود خو آگاه شوه که دین ما کدام دین است، چی مزایایی داره، چی پیام داره، ما را کدام طرف دعوت میده. همین قدر خوب بفهمه. شما باور به الله، من بار براتون میگم، میره همونطور نمیگم. اگر همینجا امتحان شروع شوه میم پیشین بشینیم و در دروازه بشینیم که کسی شور خورده نمیتونه، تنها همین دعاهای نماز برای ما تیر کنی، باز از مردم سوال کنی. همینجا سوال کنی بگو به الله چی طور عقیده داری، که و عقیده را میفهمه یا نه. مردم میگه کمونیست شد، رفت کمونیست شد، نصرانی شد. چرا نشوه؟ کدام برنامه تعلیمی و تربیتی تو برش داشتی؟ بچه جوانی ما در روسیه رفت پس کمونیست آمد. چرا آمد؟ از طفولیت که در مسجد رفت ملا خیانت کرد، دین برش یاد نداد، قرآن برش یاد نداد، در مکتب معلم خیانت کرد، تمام روز در اوقیگری خود روزی خود تیر کرد، اولاد مردم غمش نخورد. در پانتون که رسید گپ در کجا رسید؟ حالی خود دیگه او کمونیست میشه. کدام طرف بره؟ من گفتم در یک جمعه که مردمای بیچاره ما را که در خانقه ها پایای مردم از سجده میکنه ملامت نکنی. یا همون دیندارترین مردمای ماست که اونجا رو آورده. دیگه مرکز نبود، نه ترجمه قرآن در کدام جای بود، نه درس حدیث. اما مرکزی که خیلی دین دهش معلوم میشد بگوی صوفیگری بود. مجبور بودن که برای صوفیگری. کجا برم؟ تو ملا صاحب کار کردی؟ کدام درس در مسجد شروع کردی که بیچاره میفهمید؟ ما وارا ملامت نمیکنم واقعا. از همون خاطر بیچاره چی میگن؟ میگن من سگ درگاهش هست. چی میگن؟ سگ درگاهش، نعوذ بالله. خود سگ جور میکنن. و خیلی دیندار بودن اونجا رفته. ما تو نداشتیم. پدر و مادر مسئولیت داری، مرکزها را بی امو تو روایی گپ نزن. و پدر در جایی که اشتباه داری، دینمی مرکز اشتباه داری که مرکز چیست؟ مرکز بیدینی است. در ذهنت که هر کس پیچکاری کرده یک دفعه خودی تشریف بیار جناب پدر، پایایت میدان نمیشه. همین بیا بشنو که اینجا چی گپ است، کدام طرف دعوت داده میشه. تو مادر بیا، دختری تا نمیمانی که نه نمیمانم تا یک روز خودی دی بیا معلومات بکو. باز بعد از او که برات حقیقت معلوم شد باز مانی شد. تو فقط هر کس برات هر گپ میزنه، امو گپاره معبود پرستش چی نمیگه؟ یعنی پرستش بیچون و چرا گپی مردم قبول کردن. هزاران نفر ما آلی از ترجمه قرآن محروم است. چرا؟ به خاطر که ملا صاحب برش گفته که اونجا نرو، پیر صاحب برش گفته که اونجا نرو. دلیل پیش کو دلیل.
چرا نرم؟ در ترجمه قرآن کتاب الله نرم؟ تو برم شروع خیروجه نمیرم، چرا اینقدر وقتی خود ضایع میکنم؟ راه بندی و موتر میشه. تو جناب مولا دمی مسجد برام هستی، برای چیستی؟ ترجمه قرآن خبر ما شروع کن، درس حدیث خبر ما شروع کن که من دین خدا بشناسم، باز برم در اولاد خود. اگر در لاسپیکر بکنی خود زنا هم میشنوه. خود چرا نمیکنیم؟ ما پدر و مادری هستیم که اولاد خود همیشه نعوذ بالله فقط درای غلط کشاندیم. موبایل تو برش خریدی، گپ قطی مردم بیگانه او میزنه، پیسه را مصرف او میکنه، تو موقع برش داده که هر طرف بره و بگرده و هرچی بکنه. تو شما بگوی مسلمانی تنهایی را نمیگه که فقط بیایم الله اکبر جنگ سری اقامت باشه، یکی دیگه خدا منع بکنه. از اولادت خبر بگی. دمی قدر عمر تو یک روز گفتی که او زنم در این مسجد ترجمه شروع شده، این خانه ما و تو خیلی این قدر نزدیک است، برو در قرآن بشی که یک چیز یاد بگیری. ها؟ گفته همی گپا گفته کس؟ قطعا نه. ما اینطور کسایی را داریم این عاجیسته اوه که ببینی مردم احترامش داره. خب وقتی که از خانوادهش پرسان میکنی بچهش در کجاست، دخترش در کجاست؟ یا ایها الذین آمنوا، کسانی که ایمان آورده، قو انفسکم، نگاه کنه نفسای خدا، و اهلیکم، اهلتانه. اهلیکم اولادم نگفته، اهل شامل میشه به زن، فرزندا، اولادا، حتی شامل میشه به نوکر و غلام و کنیزی که در خانه است. چرا اهل او را میگه که در یک خانواده زندگی میکنه؟ در یک خانواده اگر عالی بیادرزادایت است، خورزادایت است، بچای کاکایت است، در یک قبیله زندگی میکنی و کلان توستی و قی توستی، تو باید غم تربیت از یارا بخوری. خواب بالکل تو مسئول هستی. کاکای کلان توستی باید غمش بخوری. در کجا روان میکنی اولادایت؟ حالی چی میکنن؟ کسی که اولاد خود ایجا روان میکنه دیگه بیادرش از دیگه طرف زنگ میزنه کاکا و مامایش، خبر شد اولاد تو ایجا روان کردی، رایی نکنی. های های رایی نکنی که کش کنشه. وقودها الناس، خو و اهلیکم نارن، نگاه کنی اهلتان از آتش، وقودها الناس که در گیرانی از مردم است، و الحجارت سنگاس، علیها که مقرر است بالایش ملائکتون، ملائک غلازون که درشت خوی هستن، خوی خیلی درشت و سخت داره، شدادون سخت هستن، از روی روی داری کسی را قبول نمیکنه. لا یعصون الله، نافرمانی نمیکنه از الله، ما در اون موردی که امرهم الله فرمان میده، و یفعلون انجام میده ما آن چیز را یؤمنون که مامور میشن. یا ایها الذین کفروا، ای کسانی که کفر ورزیده، نظام الله را نپذیرفته، لا تعتذروا اليوم، روز قیامت، صحنه قیامت پیش میکنه برای ما. چطور گپ است؟ امی کفاری که امروز یک دم دشمن بودن، در اونجا عذرا را پیش کرده به الله تبارک و تعالی. الله میگه عذرا را پیش نکنید. چرا؟ انما تجزون ما کنتم تعملون، براتون پاداش داده میشه، عوض داده میشه، جزا داده میشه ما از اون چیزی که کنتم شما خودتان بده تعملون نمیکردی. یا ایها الذین آمنو، اسلام ای کلی گپا میزنه، باز تشویق میکنه، ترغیب میکنه ما را باز به توبه. چرا انسان ها دست اعمال سابقی خود بسیار کوتاهی و قصور داره. تا حالی را پدر و مادری موضوع را نمیفهمید، از حقوق اولاد خود آگاه نبود، آلی دوش بیا که تا این قدر سال ما در حق اولاد خود بسیار کوتاهی کردیم، حقشان پوره نکردیم. آلی هر کسی که مبتلا به گناه شده الله برش ای آواز میده. یا ایها الذین آمنو، کسانی که دعوای ایمان داره، توبو الی الله، رجوع بکنه به سوی الله، توبتا نصوحا، رجوع کردن خالص که از صدق دل باشه. نصوحا بعضی میگه که یک آدم بود او خیلی توبه خوب کرده بود، میگه نصوح یک شخصی بود که او توبه خیلی از صدق دل کرده بود، از او خاطر میگه توبتا نصوحا. نه، نصوح خالص میگه. این مورد از توبه خالص است. توبه خالص کدام است؟ که در جرم سابقه پشیمان شوی، امی دیستی امور ترک کنی، عزم کنی که آینده ما این کار انجام نمیدم. اینی را توبه نصوح میگه. البته در حقوق مخلوق، چیزی که در از حق مخلوق خورده پایمال کرده قطعت موجود باشه، آلی تلافی و تدارکش بکن. اینی را توبه نصوحا میگه. عسى ربکم، امید است به نسبت شما که پروردگارتان یکفر عنکم، دور کنه از شما سیئاتکم، گناه شما را، و یدخلکم، داخل کنه شما را، جنات تجری، در باغایی که روان است، من تحت زیر درختایش الانهار جویا،
یوم لا یخزی الله، در روزی که رسوا نمی سازه الله تبارک و تعالی النبی پیغمبر علیه السلام والذین آمنوا معه، کسایی که ایمان آورده معه امرای پیغمبر علیه السلام و رسوا نمی سازه. چرا؟ نورهم یسعى بین ایدیهم، روشنی از یسعى پیش می رود بین ایدیهم، در پیش رویشان، مراد و بی ایمانهم به دستای راستشان، یقولون باز دعا میکنن. پیش تیر کرده بودیم مراد از نور نوری ایمان است، پابندی به سنت رسول الله صلی الله علیه و سلم است. الله تبارک و تعالی ایرا مسلکی در این دنیا برشان نور جور کرده بود که از هر قسم بدعت و شرک و نعوذ بالله گناه ها نگاه کرده بود. به سبب روشنی ازی فرق میکردن که کدام ثواب است کدام عذاب است. اینمی قسم امیر روشنی در اونجا یارا راهنمایی میکنه طرف جنت. یقولون میگویا ربنا پروردگار اتمم لنا نورنا، تمام بده بر ما نوری ما را، یعنی نوری کامل بده، روشنی کامل که سبب خطا شدن ما در یک جایی نشوه. در دنیا میگه که الله بر ما نوری کامل نصیب بکن، حقیقت دین خوب درک بکنیم، سر از او عمل بکنیم. در اون جا ما میطور است روشنی کامل برشان داده شوه که موجب تاریکیشان نشوه. واغفر لنا، الله بر ما بخشش کو، کمی کوتاهی ما را ده حساب نگی. انک علی کل شیء قدیر، یقینا تو بالای تمام چیزا قدرت داری. از او خاطر از تو سوال داریم. یا ایها النبی جاهد الکفار، ای پیغمبر علیه السلام جهاد کو امرای کفار، تمام طاقت و توانی تخرج کو برای محو کردن کفار، مغلوب ساختن کفار. هر نوع طاقت خرج کردن شامل است، مال نفس خرج کردن، علم خرج کردن، راه های دعوت اختیار کردن، مقابله فرهنگی کردن، تبلیغات علیه کفار کردن، کلش شامل میشه. دعای بد بالای کفار کردن. والمنافقین، تو توان طاقتی تخرج کرد با امرای منافقین. مراد از منافقین اینجا ای طور نیست که قطعشان جنگ علنی شوه، بلکه مقابله شوه، تهدید کوشانه. و غلظ علیهم، درشتی کو بالای منافقین که و یک کمی تهدید شوند، اینطور نکنه که از فضای آرام و محبت آمیز استفاده سو کنه، نعوذ بالله، و را سرزنش کو. و مأواهم جهنم، جای باش از یا جهنم است. و بئس المصیر، خیلی بد جای بازگشت است جهنم. معلوم شد پیغمبر علیه السلام در دو سنگر مبارزه داره. یکی سنگر کفار که معلوم دار است، هر کس او را میشناسه. دوم سنگر منافقین است، کسانی که در لباس اسلام داخل اسلام آمده و هر روز اسلام تخریب میکنه. یک تیکه ضرر، یک تیکه مصیبت برای مسلمان ها شده، قطع از جام مقابله بکار است. امروز مردم ما را میگه ای مولای صاحب، شما یهود و نصارا آمده ای گپای کوچک کوچک خرد و کلانه شما برپا کرده، نفاق در بین مردم انداخته. ما میگیم نه جناب، ما مبارزه ما قطع منافقین هم هسته. منافقین هم مردم های هستن که از لباس اسلام نعوذ بالله استفاده سو کردن، مردمت نعوذ بالله غلط تربیه کردن، عقاید غلط مزخرفه در بین مردم انتشار دادن. ما خوی مبارزه را میکنیم. خود تو ډوډۍ خور نه در برابر یهود و نصارا برآمدی، نه در برابر منافقین برآمدی، هیچ کدامش نکردی. و ایرا گپای خرد و کوچک میگه، گپای خرد و کوچک، تقلید کورکورانه کردن سنت رسول الله را در عمر در مسجد عملی نکرده، ترک کرده. این گپی خرد است، این گپی خرد است. ایرا گپی خرد و کوچک میگی؟ عجیب است. مقابله با نصارا چی است؟ این همیسته که ما برای منافقین موقع ندیم. حق ظاهر شود که هر کس بشناسه که کدام مرکز حق است کدام مرکز باطل است. ایرا باید بشنوه. این گپی عادی نیست، این گپی تفریقه نیست، گپی اتحاد است. باید بدانیم. ضرب الله مثلا للذین کفروا، بله هر انسان مسئول عمل کردی خودش است، اقدام بکو. الله تبارک و تعالی دو مثال بر ما بیان میکنه. دو مثال از کسایی که اطاعت کرده از دین، او دو کسایی هستند که اطاعت از دین نکرده. قرآن بر ما میگه امون نسبتای قرابتیشان مانع عذاب الله نشده، برشان فایده نکرده. هر انسان مسئول عمل خود است، باید اقدام بکنه. این یک نوع تنبیه و آگاهی برای ازواج مطهرات بود. ای ازواج مطهرات، شما احتیاط بکنی کدام امر خلاف ورزی در خاندان پیغمبر نکنی. ولو که خانمای پیغمبر هستی باز خود نجات داده نمیتونه. رابطه زنا شوهری شما باعث نجاتتان نمیگرده. پس از او خاطر حالی قمچینی سخت در فرق سری و مردم داده میشه که خدا آقا و میا و بگوی صاحب زاده و گل زاده معرفی میکنه.
همه کارای غلط کرده را ایستن میگه کلانای ما خوب است. الله میگه از کلانا نه، خود تو چی داری؟ ضرب الله مثلا، بیان میکنه الله مثال للذین کفروا، برای کسانی که کافر هستند از نظام الله. از کی را بیان میکنه؟ امرأت نوح، از زن نوح علیه السلام، و امرأت لوط، زن لوط علیه السلام. تفاسیر نامایش ذکر کرده ولی مناسب نیست، قرآن ذکر نکرده، مبهم بگذاریم. کانتا تحت عبدین، بودن اردویشان در زیر تسلط دو بنده من عبادنا، از بنده های ما، صالحین که خیلی نیک بودن، یعنی مکمل زندگی و برنامهشان در دعوت و خدمت دین تیر شده بود. فخانتاهما، خیانت کردن همی اردو زنا. مراد از خیانت این است که نعوذ بالله زنا کرده باشن یا کارهای بیعفتی کرده باشن، بله در عقیده خلاف بودن، او در او زمان خلاف عقیده هم نکاح میشد. پیغمبر علیه السلام دخترای خود هم چی کرد؟ به مشرک داده بود. چرا؟ تا او وقت حکم اسلام نامده بود که به مشرک نکاح نده. فلم یغنیا، دفع نکد از اردویشان، عنهما، از امی اردوی زنا، من الله، از عذاب الله، شیئا چیزی را، امی رابطی زنا شوهری از یاد دفع نکد. و قیل دخل النار، گفته شد که داخل شوید آتش، مع الداخلین، امرای داخل شوندگان. معلوم شد که نار فعلا وجود داره و فرمان الله در حقش رسیده بود. عجیب است که انسان خود در خاندان پیغمبر زندگی میکنه ولی عقیده صحیح نداره، هیچ نوع فایده برش نمیرسه. امروز چطور؟ عقیده شرک مکمل عمر پیش میبره، بازم تمه داره که آسان نبود جانب دوزخ بردن ما، آنجا که احمد مختار نباشه. تو کدام عقیده صحیح داری؟ عقیده داری یا نداری؟ و ضرب الله مثلا، بیان میکنه الله تبارک و تعالی مثال للذین آمنوا، برای مؤمنا. امرأت فرعون، زن فرعون. ای مؤمنا زن فرعون ببینی در کدام سختی ها، تکلیف ها، با واسطه که فشارهای خیلی زیاد متوجه از او بوده، اما حفاظت دین خود کرده، مقابله و مبارزه کرده. از او خاطر دو مثال خیلی برازنده است. مؤمنا باید درس بگیره که بله، حفاظت ایمان ضروری است، عمل ضروری است و و مقابله را باید انسان تیار شود. آخر الامر مردن است. بان که تو را بکشه لیکن پیش الله تبارک و تعالی خجالت نباشی. اینی طور درس میده. ما ادنا شوهر یک تهدید بکنه، زن کلی عقاید خود دیگه فراموش میکنه، میگه بمو نظری توستم. نه، به نظری ازو نشو. اگر نظرش خلاف بود طلاق طبیعی، زندگی قطعش اختیار نکو که زنا میشه. چرا؟ با کافر مشرک نکاح درست نیست. اگر اول کافر مشرک بود نکاح قطعش صحیح نیست. اگر آینده مشرک شده نکاح قطع میشه، باز نکاح باقی نمیمانه. همچنان اگر چیستا مردان موتور بود، اونجا مثال برای کفار ذکر کرده بود که کفار روابط هیچگاه از عذاب الله شما دافع شده نمیتونه. و ضرب الله، بیان میکنه الله مثلا مثال للذین آمنوا، برای مؤمنا. امرأت فرعون، زن فرعون، آسیه را، از قالت رب ابن لی، در آن وقتی که گفت دعا میکرد ای پروردگار جور کو برم عندک، به نزد خود، بیتن خانه را، فی الجنت، در جنت. وقتی ایمان آورد، معلوم شد زمانی که مناظره در بین موسی علیه السلام و ساحرها شروع شد، موسی علیه السلام کامیاب شد، حقانیت دین موسی علیه السلام در قلب آسیه بالکل کارگر شد. بعد از او ایمان آورد، فرعون تهدید میکرد شکی از این نظریه بگرد وگرنه ماندنید نیستم، تا ای که او را انداختن، میخواره در دستایش به بعضی روایت چوکیدن، سنگای کلان سرش ماند. لیکن آسیه با وصف اینمی قدر فشارا، شکنجه و عذابا تن نداد به ای که تسلیم شود به نظریه فرعون، بلکه دعا میکرد که پروردگار در مقابل مصیبتها، تکلیفا برما جای در جنت بده، و نجنی من فرعون و عملی، مرا نجات بده از فرعون و عملی و از کرداری از او که خیلی ظلم است، ظالم است. و نجنی من القوم الظالمین، مرا نجات بده از قوم ظالم. اینا او تن نداد تا ای که شهید میشه، آخرین لحظه را این تسلیم به فرعون نمیشه. این طور زن دیندار بکار است که به شوهر خود در مسائل دین تسلیم نشوه. و مریم ابنت عمران التي، و مثال بیان میکنه الله تبارک و تعالی از مریم دختر عمران، التي، و دختری که احسنت فرجها، بزرگترین صفتش که نگاه کت فرجها، شرمگاه خدا، دامن خدا. فنفخنا فیه من روحنا، ما دمیدیم در او من روحنا، از روح خود،
یعنی یک روحی چی بزرگه، مراد از پیشش حیات دادن یا طفل دادن اردویش است. جبرئیل امین روان کرده بود که در گریبانش بدمه و او حامله شود. الله تبارک و تعالی به یک وجه خاص اشاره به این میکنه که روح به یک طرز خاص آمده بود از جانب الله. در ما روح آمده، اما روح عیسی علیه السلام و روح ما فرق میکنه. چرا؟ که به یک نوع خاص آمده بود. فنفخنا فیه، ما دمیدیم در مریم در او من روحنا، از روح خود یعنی از طرف خود روح روان کردیم که جبرئیل امین است که دمید دو، یا است که ما فرمان دادیم به یک طرز خاص که چیست د او اولاد پیدا شود. و صدقت بکلمات ربها، تصدیق کرده بود به کلمات پروردگار خود. مراد از کلمات شده میتونه کتابای دیگه باشه، یکی ورق یا مراد از کلمات مضامینی که الله تبارک و تعالی برش بیان کرده در کتابا. و کتبی یقین داشت، تصدیق کرده بود تمام کتابای چی الله تبارک و تعالی را ایمان سری کلگی داشت. و کانت من القانتین، بود از جمله کسایی که مکمل تابعدار بود. چند صفتش ذکر کرد. یکی کسایی که از عفت و پاکدامنی بالکل سرشار بود، برخلاف تهمت یهود که میگفتن نعوذ بالله زنا کرده. بعد از او میگه و دو ما دمیدیم از روح خود، از او خاطر رد شد بالای یهود که بله اولاد پیدا شدنم به قدرت الله تبارک و تعالی، قدرت غیبی الله بوده. و صدقت بکلمات ربها، دیگه صفت خصوصیشی بود، تصدیق کرده بود تمام دلایل یا احکامی که الله روان کرده بود قبلا. و کتبی ده کتابای الله آمده بود. او تبعیض قائل نبود، با کلگی عقیده داشت. و بود من القانتین، فقط تابعدار الله. ایتو نبود که در مقابل احکام الله چون چرا بکنه. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.